در دنیای امروزی هر جا از کره زمین که فکرشو کنید انسان‌ها رفتن، حتی فضا و کره ماه. خب تو این ویدیو میخوایم شما رو ببریم به جایی که انسان‌ها اصلاً ندیدنش و به راحتی نمیشناسنش. اون چیز روی خشکی نیست، بلکه زیر آبهای زمینه. باید بدونید که انسان‌ها فقط 5% از عمق اقیانوس‌ها رو میشناسن. این یعنی 95% شما انسان‌ها هنوز ندیدیم. در ادامه ویدیو با فکت‌دانی همراه باشین تا اسرار عمیق‌ترین جای سیاره‌مون رو کشف کنیم. پس حرکت کنیم به سمت گودال ماریانا. خیلیاتون میدونید که 3/4 کره زمین و آب فرا گرفته. در این آبها موجودات زیاد و همینطور عجیب و غریب زیاد پیدا میشه. قبل از هر چیزی باید بدونید که فقط 2% از وزن جانداران کره زمین در آبها زندگی میکنن. این 2% شامل هر جانداری میشه. مثلا در خشکی وزن همه جانداران 98%، که درختان، گیاهان و باکتریام شامل این وزن جاندارانه. اون 2% از جاندارانی که تو داخل آب هستن 90%شون تو 200 متر اول آب زندگی میکنن. این یعنی تو همین 200 متر نور خورشید هم بهشون میرسه. تو این 200 متر اول گیاهان مختلف زیاد وجود دارن. به خاطر اینکه نور خورشید بهشون میرسه ما به 200 متر اول کاری نداریم، چون خیلیامون میدونیم که در 200 متر اول آب چه جاندارانی زندگی میکنن. پس باید بریم به سمت پایین تا چیزایی رو که تا به حال ندیدیم و همین الان ببینیم و بشناسیم. باید بدونید هرچی پایین تر از 200 متر بریم هی تاریکی بیشتر میشه. این یعنی اینکه هرچی داخل آب تاریک تر باشه موجوداتش هم کمتر میشه. تاریکی داخل آب خیلی اذیت میکنه، اما از اون بدتر فشار آبه. در عمق بیشتر از 200 متر هیچ کس غواصی نمیکنه، اما یک غواص مصری به نام احمد گبر در سال 2014 عمیق‌ترین غواصی رو رکورد زد. اون تا 332 متر به عمق آب رفت و سالماً برگشت بالا. تا الان هیچ کس نتونسته رکورد احمد گبر رو بزنه، چون کار خیلی ریسک پذیریه و همینطور ترسناک. در عمقی که احمد گبر رفته بود فشار آب مثل این میمون که یک وزنه 200 تنی روی بدنش گذاشته شده. شاید بگیم پس چطور احمد گبر له نشده؟ باید بگیم احمد یه لباس غواصی مخصوص تنش بود که بیشتر فشار رو خنثی میکرد. به هر حال سخت‌ترین کار ممکن رو انجام داده. شاید باور نکنید، اما تا اینجا احمد فقط 3% از کل عمق آب رو رفته بود پایین. یعنی 97% دیگه با لباس غواصی هم نمیشه رفت. زیردریایی اوشنگیت چند تا آدم میلیاردر رو میخواست ببره جایی که تایتانیک افتاده بود و بعد از دیدن بیارتشون بالا. اونا نمیدونستن که این زیردریایی تحمل اون همه فشار آبو نداره. واسه همین این زیردریایی پایین آب مچاله میشه. حالا اینجا سوال مهمی تو ذهن همتون پیش میاد که چرا ماهی‌هایی که تو اون عمق از آب زندگی میکنن مچاله نمیشن؟ اینو بدونید ماهی‌هایی که تو این عمق زندگی میکنن به دلایل خاصی داخل این عمقن. مثلا یک ماهی به خاطر اینکه توسط کوسه همیشه شکار میشده آروم آروم رفته پایین و خودشو با اون تاریکی و فشار آب وقف داده، یا یک جورایی فرگش خورده که با اون فشار آب زندگی کنه. خب حالا تو این تاریکی غذا چی میخورن؟ جاندارانی که تو این عمق زندگی میکنن فقط 10%شون درنده هستن. بقیهشون فقط یک نوع غذا میخورن. اون غذاشون هم برف دریاییه. فقط 10% از جانداران دریایی در عمق 200 متر پایین تر زندگی میکنن. جالبه بدونید همون 10% جانداران پایین از بقایای 90% جانداران بالا استفاده میکنن. وقتی که اون 90% بالا به خاطر دعوا یا هر چیزی میمیرن، تیکه های ریز بدنشون میره اون پایین.
و این 10% از جانداران اون پایین وقتی بالای سرشون رو نگاه میکنن هر دم میبینن غذا ریز ریز میاد پایین. واسه همون اسم غذاشون رو میگن برف دریایی. خب حالا باید بریم به عمق 1000 متری، جایی که دیگه از یک ذره نور هم خبری نیست، فقط تاریکی مطلقه. دانشمندا بر این باورن که رفتن یک انسان به فضا خیلی خیلی کم خطر از عمق 1000 متری. تو این عمق موجودات خیلی عجیب و غریب و ترسناک پیدا میشه، مثل این ماهی مرکب جهنمی، یا مثلا این ماهی که اسمش گرز ماهیه به خاطر اینکه بیشتر شبیه گرزه. قبلتر هم بهتون گفتیم تو عمق 200 متر به پایین موجودات درنده فقط 10%، اما با وجود تعداد کم خیلی هم ترسناکن، مثل این نوع از درنده که بهش میگن کوسه چیندار. این کوسه تو عمق 1500 متری زندگی میکنه. خب حالا باید بریم به عمق 3800 متری، جایی که کشتی تایتانیک است. دوباره بریم به عمق 6000 متری. عمق 6000 متری جاییه که بیشتر اقیانوس‌ها این همه عمق دارن. منظور ما اینه که داخل اقیانوس‌ها عمق 6000 زیاد. خب حالا توی همین عمق‌های زیاد مثل 6000 متر دره‌هایی پیدا میشه که گودیشون خیلی خیلی زیاده. عمیق‌ترین دره‌ای که تا به حال کشف شده گودال ماریاناست. این گودال از لبه 6000 متری شروع میشه میره پایین. دانشمندان برای عمق بیشتر از 6000 متر داخل آب یک لقب گذاشتن که بهش میگن سرزمین مردگان. 2000 متر دیگه از 6000 متر میریم پایین تر، یعنی تو عمق 8000 متری. داخل این عمق موجودات زیادی وجود ندارن، اما تعداد خیلی کمی وجود داره. تو این عمق حلزون ماهی رو میتونیم ببینیم. این موجود خیلی بیش از حد عجیبه، به خاطر اینکه تو این فشار زندگی میکنه. وقتی به عمق 10000 متری ماریانا میرسیم، کف این گودال یک دره دیگه هم وجود داره، دره‌ای که انتهاش عمیق ترین جای دنیاست. به اینجا میگن گودال چالنجر. انتهای چالنجر 10920 متر گودیشه. این یعنی اینکه اگه کوه اورست رو داخل آب کنیم به ته اونجا نمیرسه. هنوز بیشتر از 2000 متر خالی میمونه. موجودات اونجا زندگی میکنن، اما بزرگ و پیچیده نیستن. تو این عمق فشار آب اندازه اینه که یک وزنه 1800 تنی گذاشتن روی بدنت. هر موجودی له میشه غیر از موجوداتی مثل خیارهای دریایی یا دوجور پایان. خب حالا چند نفر رفتن تو این عمق؟ باید بدونید تا الان 681 نفر رفتن فضا، اما تو این گودال فقط 27 نفر تا به حال تونستن برن. از همین چیز باید بفهمین که این گودال چقدر خطرناک میتونه باشه. نظر شما چیه؟ لطفاً نظرتون رو کامنت کنید. ممنونتون میشم ویدیو رو لایک کنید و در کنارش کانالمون هم سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدیمونو از دست ندیم. تا ویدیو بعدی، بدرود.